وقتی ما با نگرشی دقیقتر و عمیقتر از معمول به اطرافمون نگاه میکنیم، چیزی جز شگفتی نمیبینیم. جهان سرشار از شگفتی است. اما ما چون به دور و برمون عادت کردیم، آشنا هستیم با محیط کار و زندگیمون، خیلی چیزا به نظرمون عادی میاد، معمولی میاد. اما هیچ چیزی در جهان عادی و معمولی نیست. این ما هستیم که به شگفتی های جهان عادت کردیم و زمانی که کمی آشنایی زدایی میکنیم از پیرامون خودمون، اون موقع شگفتی ها بر ما آشکار میشه. مثلا به نظر شما میشه در وصف پیاز شعری گفت که علاوه بر زیبایی مضامین فلسفی عمیق هم داشته باشه؟ حتما میشه و نمونهش رو اینجا با هم میخونیم. شعری سروده ویسواوا شیمبورسکا، شاعر لهستانی، که هموطن ایشون مارک اسموژینسکی به فارسی ترجمه کرده و در این ترجمه از همراهی شهرام شیدایی و چوکا چکاد هم بهره برده. خب این شعر رو با هم بخونیم، ببینیم که در ستایش و توصیف پیاز ایشون چی گفته. پیاز چیز دیگری است، دل و روده ندارد، تا مغز پیاز است. تا حد پیاز بودن از بیرون، پیاز بودن تا ریشه. پیاز میتواند بی دلهره به درونش نگاه کند. در ما بیگانگی و بیرحمی است که پوست به زحمت آن را پوشانده. جهنم بافتهای داخلی در ماست، آناتومی پرشور. اما در پیاز به جای روده های پیچ در پیچ فقط پیاز است. پیاز چندین برابر عریان‌تر است تا عمق شبیه خودش. پیاز وجودی است بی تناقض، پدیده‌ای موفق است. پدیده موفقی است، لایه‌ای درون لایه دیگر، به همین سادگی بزرگتر کوچکتر را در بر گرفته و در لایه بعدی یکی دیگر، یعنی سومی، چهارمی. فوگ متمایل به مرکز، پژواکی که به کر تبدیل می شود. پیاز این شد یک چیزی. عجیبترین شکم دنیا از خودش حاله های مقدسی میتند برای شکوهش. در ما چربی ها، عصب ها و رگ ها، مخاط و رمزیات حماقت کامل شدن را از ما دریغ کردند. خب همونطور که میدونید شعر وقتی ترجمه میشه بسیاری از وجوه زیبایی شناختی خودش رو و حتی وجوه معنایی که در ایهام هست، در نشانه ها و اشاره ها هست، از دست میده. بنابراین متنی که به دست ما رسیده به زبان فارسی با آنچه که در لهستانی سروده شده بی تردید متفاوته. با این حال این شعر پر از نکاتی است که میتونیم حالا چند تاشو با هم مرور کنیم. مثلا در همون ابتدا این که میگه پیاز چیز دیگری است و متمایزش میکنه از بقیه. اتفاقا پیاز در آشپزخانه بین بقیه سبزیجات و میوه ها خیلی جایگاه ممتازی نداره، یه گوشه ایست در کناری و معمولا به چشم نمیاد. اینجا شاعر میاد متمایزش میکنه، برش میداره، از
پس زمینه در برابر دیدگان ما قرار میده. میگه پیاز رو ببین، بیا با هم ببینیم. بعد چی میبینه؟ میگه دل و روده نداره. این نخستین تفاوتش با ماست. تا مغز پیازه، تا حد پیاز بودن از بیرون، پیاز بودن تا ریشه، میتواند بی دلهره‌ای به درونش نگاه کند. یعنی ظاهر و باطنش یکیه و در اوج خودشه. پیازتر از این نمیتونسته باشه. درسته؟ اما ما اینگونه نیستیم. مقایسه میکنه و از این مقایسه میخواد به نتیجه برسه. میگه در ما بیگانگی و بیرحمی است. چرا؟ چون پوست به زحمت آن را میپوشاند. این پوست دو وجه داره. یکی پوست بدن هست، وجه زیست شناختیشه که تمام از اعضا و اندامهای داخلی بدن رو پوشانده و همینطور اشاره داره به نقابی که بر چهره داریم که درون خودمون رو با کلمه ها و رفتار و گفتاری که انتخاب میکنیم میپوشانیم، ولی میگه به زحمت. این نکته هم جالبه. ولی پیاز اینجوری نیست. میگه که در پیاز به جای روده های پیچ در پیچ فقط پیاز است، چندین برابر عریان‌تر است. خب این اغراق شاعرانه اینجا کاربردی داشته دیگه. عریان و عریان‌تر، اونم چندین برابر. تا عمق شبیه خودش. عمق عریانی که شباهت پیاز رو به خودش نشون میده. پیاز وجودی است بی تناقض، پیاز پدیده موفقی است. هیچ گونه تضاد و تنش و تناقضی در وجودش نیست. و این یک دستی، یک پارچگی و انسجام رو مدیون سادگی است. چون در ادامه توضیح میده لایه‌ای درون لایه دیگر به همین سادگی بزرگتر کوچکتر را در بر گرفته و در لایه بعدی یکی دیگر، یعنی سومی، چهارمی. و این رمز موفقیت پیازه. خب آنچه که خدمتتون عرض کردم برداشت من از این شعر بود و همینطور که در ویدیوهای دیگری چند باری اشاره کردم، با نگاه هرمنوتیک هر کسی میتونه برداشت خودش و تفسیر خودش رو از یک متن داشته باشه و وقتی متن شاعرانه میشه اون موقع تفسیرها خیلی متنوع‌تر هم خواهد شد. بنابراین خوشحال میشم نظر شما رو درباره این شعر در بخش کامنت ها بخوانم و بیاموزم، و یا شعرهای مشابهی که درباره پیاز نوشته شده که نمونه هاش رو ما هم در ادبیاتمون داریم. سپاس فراوان.